به هوای اون آدمای جدید که اومدن تو روستا تونستم حال سالو بگیرم. آخش خیلی وقت بود انقدر کیف نکرده بودم. ای رستم جان، تو فقط کیف کن، اصلا بقیهش دیگه مهم نیست. اصلا بابا ببینم این داشت فرار میکرد پیش دشمن، ما چشو گرفتم. دخترم چرا به من نگفتی؟ ساکت شو، اگر ارسم سر تو خالی میکنن. فرار برای چی؟ پیش کی میخواست بره؟ پیش اون پسره که تازه اومده. جفتشون هم گیج بودن، نمیدونستن بابا به کجا خدا دروغ میرن. میگه. به خدا همشون فوتوشوک بودن. فوتوشوک دیگه چیه؟ میزنم تو سرتا. رستم مگه ندیدی همش تو روزنامه ها میزنن فوتوشوک. دهنتو ببر، یه کاری نکن از من کتک بخوری ها. حامد جونم بابا. اینو ببر پیش ایکنور، درم قفل کن، نذار بیاد بیرون. حامد جونم بابا. ایکنورم بیار اینجا، میخوام یه مجازاتی بهشون بدم که حالشون جا بیاد. چشم بابا جون. یه کاری میکنم دیگه هیچ وقت فکر شوهر کردن به سرشون نزنه. بابا تا کی میخوای جلوی خوشبختی ما رو بگیری ها؟ قراره توی خونه بترشیم اینجوری یاره؟ این حرفات چیه؟ اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از سریالا یاد میگیرم بابا. اونام با پدراشون اینجوری حرف میزنن. بعدشم مثل شما کتک میخورن؟ میگم فقط تو سرشون نزن، این دخترها عقب افتاده میشن. اگه الان نیستن از این بیشترا میخوان دیوونه بشن؟ آوردمش بابا جون، بفرمایید. اینم بود. آره الان بهتون میگم مجازاتتون چیه. اینجوری شاید سر عقل بیای. الان بهتون میگم آسورا بوتاگا. وای نه، خواهش میکنم بابا جون، نه تو رو خدا به ما رحم کن بابا. چه مجازاتیه؟ همه برو وسایل بیا. چشم. خواهر عزیزم گریه کنیم. بفرمایید خدمت شما. چندش همه دختر رو بردار ببر تو طویله. بیفتی بری ببینم. بری. خیلی بده. بابا بزرگ جون برو یکم دراز بکش. خسته شدم. وای وای کمرم. اینا چیه؟ این رنگا چطوری میره؟ ای بابا من برم یکم آب بزنم به دست. باشه برو دستاتو بشور. چرا این خونه این ریختی شده؟ تو ماشین سنگ ریختم جیوانم، تو ماشین سنگ ریختم جیوانم. آسما خانم جانم اینجا چیکار میکنی؟ اگه بدونی چی شده دخترم، خونمون پر حشره شده. خدا خیرش بده، آقا صالح گفت بیایم اینجا. امینه منو صدا کردی خواهر؟ آره این پرده ها چیه؟ آسمون خانم شسته بود، میخواستم آویزونشون کنم. دختری خنگینه رو من تازه شسته بودم. ایوا اونا رو شسته بودی؟ شما پودر مخصوص استفاده نمی کنی؟ نه خیر استفاده نمی کنی. شما چرا به زحمت افتادی؟ چه زحمتی عزیزم، میخواستم یکم مادری کنم. باشه خیلی ممنون، یعنی چیز زحمت نکشین خسته میشین. این چه حرفی عزیزم، مگه چی کار کردم؟ منم مثل مادر شما. کی گفته تو مادر مایی؟ نه یعنی منظورم اینه که ما نمیذاریم مهمون تو خونمون کار کنه. بس دیگه لازم نیست کار کنیم. خیلی خوب باشه، من میرم آشپزخونه مرگ شام با آقا صالح یه غذای خوشمزه درست کنم. امشب شب عشقه، همین امشب و داریم. چرا؟ من چی میگم؟ تو چی میگی ای بابا؟ آخ بابا از دست تو Sendeki kaşlar bende de olaydı ya. همه خوشحالم. این کار دیگه تمومه. من که بهت گفتم همون شناسی. داداش بگو داداش. داداش شناسی. آفرین عثمان. بذار مردم رو راضی کنی، بعدش هر چی بخوای بهت همه میگم. میدونن من چی میخوام. شما نگران نباش. پس تا شرایط جوره من برم یه خودی نشون بدم. ماشاءالله ماشاءالله. بیا بیا.
ببینم با ظریفه در چه حالی سواش؟ همه چی خوبه عثمان. همین روزا مثل یه گربه میاد سراغ. ظریفه مثل گربه میاد سراغت، فقط به پا مثل پلنگ زخمیت نکنه. نقشه جدید دارم عثمان. چه نقشه ای؟ بذار برم. کی میخواد بره؟ همون داستان موشا گربه بازی دیگه. داداش ببین، من نمیدونم کی میخواد فرار کنه و کی میخواد بره. شما به من قول دادید، منم تو روی بابام وایسادم. ببین، تو روی بابام وایسادم و بهتون کمک کردم. اگه من و امینه رو به هم رسوندین که هیچی، اگه این کارو نکنین من دیگه نمیدونم بعدش چه میشه. عثمان به من نگاه کن. چیه؟ حالت خوبه؟ چه خبره عثمان؟ داری جرأت پیدا کردی؟ داداش من خیلی عاشقم، واسه همینه نمیدونم چی میگم. من برم آیه داری بزنم و برگردم. آره یکم برم. Saçları senden, örmesi benden. Ela gözü küçük hanım, ayrılamam ben senden. چیکارت کنه؟ آخه کی همچین بدنی داره؟ این چه مجازاتیه خیلی بد. انگار ما نمیدونیم این چیه. تمیز کردن پشکل دیگه چی؟ واسه خودش اسم انتخاب کرده. حکایت ما مثل سیندرلا شده خواهر جون. اما پدرمون آدم بدجنس است. نمیفهمم، یعنی ما حق نداریم عاشق بشیم؟ دقیقاً وقتی که سرنوشتمون تغییر کرد یه نفر کشفمون کرد. عامر و بابا همه چی رو خراب کردن. آخه اشکالی نداره خواهر جون، این حرفو نزن. همیشه قصه ها هم پایان خوشی دارن ها. اما تا وقتی که عامر و بابا هستن خوشبختی فرسنگ ها از ما دوره خواهر جون. راست میگی. به خدا دیگه نمیخوام زنده بمونم. گوش کن، میگم چطور اول من تو رو چال کنم بعد تو منو چال کنی اینجا. دختری خنگ باز پرت و پلا میگی. وقتی خودت این زیر باشی چجوری منو چال میکنی؟ راست میگی. ای خدا، برای ما حتی مردنم ممنوعه. خدای مهربون، ببین تو چه وضعی هستیم. تو این کثافتو گیر کردیم. Koydum tasa kız annem. Ellerimi koydum tasa kız annem. Doldurdum basa kız annem. شفیق بلند شو دیگه، چرا همش نشستی؟ نمیتونم شنازی، خسته شدم، میخوام برو بشینم. بس کن، مردم دارن نگات میکنن. بلند شو بلند شو. بخور بابا بزرگ، همه رو شفیق خودش درست کرده. بخور نوش جان. خوشمزه شده، دستت در نکنه. گوش کن، فاطمه رو ندیدی؟ فاطمه رو ول کن بابا، خوش بگذره. ماشاءالله برو بابا. بلند شی همه. بیا فاطمه رو ندیدی جان؟ نه بابا بزرگ، حتما داداشش نذاشه که بیاد. آخه این زن کی قراره یه روز خوش ببینه؟ باریش جون خوش بگذره، خیلی خوش بگذره مگه نه؟ ببین من مطمئنم این دفعه دیگه این کار میشه. مطمئنم که میشه. میشه عثمان، آره میشه. امینه ظریفه کجاست؟ نیست بابا، نمیخواد بیاد. ظریفه باز قیافه گرفته. عجب. فاطمه رو ندیدی؟ فاطمه؟ آه خاله فاطمه؟ آره. بابا بزرگ ما اونم دعوت کردیم، میاد حتما. باشه. Tasa kız annem. Ellerimi koydum tasa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem. Benim yarim çok güzel kız annem. چی کار داریم؟ چی میخوای؟ فقط میخوام یکم حرف بزنیم. آها فهمیدم، باشه، خیلی ممنونم. غذاها خیلی خوب شده بودن، کلا خیلی هم کمک هم کردی، من واقعا ممنونم. اگه واقعا خوششون اومده که خوشحال شدم، ولی من برای اون نیومدم. انقدر درگیر غذا شده نشد حرف بزنیم. اتفاقای اون شب.
درباره اون شبیش حرفی ندارم بزنم. ظریف صبر کن گل بیچاره چه گناهی کرده؟ تو با من مشکل داری. من با هیچ کس هیچ مشکلی ندارم. چرا نمیفهمی؟ بابا میشه دست از سر من برداری؟ میشه؟ باشه حداقل یه دقیقه گوش کن، میخوام باهات حرف بزنم. دلم نمیخواد حرفاتو بشنوم. باشه میدونم دیگه به من اعتماد نداری، ولی قرار نیست که به زور بلایی سرت بیارم. والا من از شما انتظار هر کاریو دارم. دیگه داری مزخرف میگی یا من اصلا از اون آدما نیستم. تو چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ یعنی چی؟ مثل این برنامه‌های روانشناسی؟ باشه قبول دارم. واقعا میخواستم بوست کنم، اما بپرس چرا؟ منم آدمم بابا، به خدا گناهی ندارم ظریفه. خوشگلی دیوونم کرده، جادو شدم، میفهمی؟ چی کارت کنم؟ خودت بگو. ها؟ تو اینقدر زیبایی که نه از دلم نه از ذهنم، به خدا از هیچ کدوم جدا نمیشی، والا به خدا. خیلی خوب دیگه، کافیه. اصلا این حرفا برای چیه؟ لازم نکرده این حرفا رو به من بزنی. ساکت شو. تو برو این حرفا رو به دخترای شهری بزن و اونا رو گول بزن، فهمیدی؟ تو واقعا فکر می‌کنی می‌خواستم گولت بزنم؟ بله. یعنی از نظر تو من اینقدر آدم بدی هستم؟ بله. یعنی تو واقعا فکر می‌کنی من از اون آدماییم که هر کی بیاد جلو عاشقش میشم، بوسش میکنم؟ اونا دیگه من نمیدونم. من اصلا همچین آدمی نیستم. اصلا اولین باره که دلم اینجوری میتونه. اون دخترای شهری که میگی، اونا حتی به یه تار موی تو هم نمیرسن. اما این گل هیچ گناهی نداشت ظریفه. تو یه جوری اون شخصیت‌های داستانی و صدا زدی که فکر کنم همشون با هم دیگه اومدن اینجا. من میترسم آنچه. منم بیشتر. وای خدا جونم چیکار کنم؟ وای عزیزم. مامان. منم دخترم. مامان جان. آخه دخترای نازنینم. برات تو لباس آوردم دختر. کاروانچیا امشب تو روستا مهمونی گرفتم. دلم راضی نشد اینجا بمونی. نباشه که باباتون نفهمیده برید برگردید زود باشید. باشه مامان، خدای شکر دیگه. تو فرشته نجاتمونی. گوشتون حواستون باشه که زیاد جلچش مردم نباشید تا نصف شبم نشده برگردین خونه باشه. باشه مامان. خدا رو شکر. خب دوستان، میخوام یه آهنگ خاص بزنم براتون، اما هر کی میتونه بیاد وسط.
چشام کور میشده نمیدیدم. باریس ساواش ظریفه ندیده چش ترکیده شوهرداز چش سپید سلامتی میره انشالله. های حالی به گوش باشین. امروز اینجا جمع شدیم که رای بدیم تا کاروانچی از رستم برن. چطوره ها؟ آفرین مصطفی آفرین. همینجوری محله به محله برو، تو هر گوشه و کنار بزن، فهمیدی؟ برو خیالتون راحت. به گوش همه میرسونم که کاروانچی ها برن. زندگی زیباتر میشه. چیه؟ عجب تلویزیونیه. خیلی بزرگه. هی سلیم ترکندیه. خیلی بزرگه این. پسر یه بیعقل. سلیم این همه پولش آخه کجا بود؟ آقا رستم خریده. برای چی؟ یکم عقلتو به کار بنداز. عجب اشغالیه پس. چی؟ هیچی بابا هیچی نگفتم. آهای مردم، این تلویزیونی که برای قهوه خونمون خریدم مبارکمون باشه. از حالا به بعد همه مسابقای تیم ملی رو با بهترین کیفیت ببینید. زنده باد رستم خان. خیلی ممنون. مبارک باشه آقا رستم. دمت گرم آقا رستم. خیلی ممنون. همه بگید زنده باد رستم خان. زنده باد. خیلی ممنون. امیدوارم به خوشی استفاده کنی. یا ببرش آروم. پسر آروم ببرش، مراقب باش نشکنی. آقا رستم کلی پول بالاش داده. این تلویزیون واقعا فکر خوبی بود. آره خوبه، فقط یکم زیادی شور شد. حالا معلوم میشه قدرت دست کیه. فکر کردم میتونم با یه مهمونی گرفتم مخ مردم رو بزنن. حالا بیا تماشا کن. حواستون به اونا باشه، نمیخوام یه هایی غافل گیر بشم. راحت آقا، من حواسم به اونا هست. من این موها رو که تو آسیاب سفید نکردم که. اینجوری پیش بری اینا پیروز میشن، کاروانچی هم میرن. همینه هم منو ول میکنه. کمک کسی نیست؟ چه خبر شده؟ بابا سواش باریش بیاین دیگه، من اینجام. کجایی تو؟ بالای درختم. ای داد بیداد، تو اونجا چی کار میکنی؟ بابا اول صبحی بالای درخت چی میخوای؟ ورزش صبحگاهیه؟ آره ورزش صبحگاهیه، دارم دستامو قوی میکنم. راست میگی، عجب بازویی در آوردی. مسخره کن آفرین، مسخره کن. خیلی خنده داره. بله خیلی خنده داره. شناسی بازم که گیر دادی به بچه ها. باشه تو نمیخواد به اون پسرای تنبلت چیزی بگی. بابا دست درد نکنه، تو چی کار میخواستی ما نکرده باشی؟ واقعا که یعنی خوابیدنم جرمه. این بچه‌ها که هر کاری میکنن به چشم تو نمیاد. این حرفا رو ول کن، خسته نشدی؟ خسته شدم اما یکی باید کمک کنه بیام پایین. بچه‌ها برین کمک کن. واقعا که صبر کن بابا، آروم. آره آروم میام. آروم، شاخر محکم بگیر. مراقب باش. تموم شد.
آی دستم درد گرفت. آخ 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 آخ. اوف شناسی تو دیگه پیر شدی. آخه بالای درخت چی کار میکردی؟ کی گفته من پیر شدم؟ کی گفته؟ من به خاطر شما جونمو به خطر انداختم. آماده شیم واسه شب فیلم ببینیم. اینجا؟ بله همینجا. حتما مردم خوششون میاد. خیلی خوبیه. تخمم پخش میکنی. آره یکم بری خرجمون میره بالا. نگاه کنید اینو من با دستای خودم درست کردم. دعوتنامه‌ام چاپ کردم. نگاه کنید سواش. باریش بیا اینا رو باید پخش کنیم. باز بدبختیش افتاد گردن ما. بابا تو این گرما چطوری اینا رو پخش کنی؟ اینقدر قور نزنی دیگه سفگی. من این کارو نمی‌کنم. کی به تو گفت این کارو بکنی؟ تو هم یه چند تا فال میگیری خب؟ به لطف شما اصلا آرامش ندارم. شده کار هر روزم. عزیز دلم همسر زیبایی من تو هم یکم خوردنی آماده کن باشه. خوردنی خوشمزه. چشم عزیزم. خب دیگه هر کی بره سر کارش باید به اون مختار نشون بدیم کی مهاجرت میکنه. امشب شب عشق امین امشب و داری چراغ باز چی تو سرت میگذره بود؟ دخترم به چی زور زدی اینجوری ها؟ ببین آسمان خانم داره کار میکنه. بلند شو برو بهش کمک کن دیگه. همینجوری نشستی اونجا. ازش پرسیدم کمک نخواست. گفت خودم غذا رو درست میکنم. سالی میگم این کار منو کی انجام میدی ها؟ نه بابا باز شروع نکن خواهش میکنم. باز دوباره شروع نکن. همه جا رو ریخته به هم. همه چی رو گرفته دستش. خب حتی نمیذاره من غذا درست کنم آخه. دخترم ظریفه زشته. خسته شدم بابا جون. دخترم یه وقت میشنوی. ظریفه به بابا یه چیزی بگو دیگه. برای شام کلی غذای خوشمزه درست کردم. آسمان خانم دیگه داری شرمندمون میکنه. دخترها خودشون درست میکنن. این چه حرفیه؟ دخترها خیلی خسته میشن. کاری نکردم که. ببخشیده ولی اون غذاهای چربی که درست میکنین برای بابام و بابا بزرگ اصلا خوب نیست. ظریفه جان این چه حرفیه میزنی؟ والا به خدا من فقط اینقدر روغن میریزم تو غذا. اینقدر. آسمان خانم شما به حرف اون اهمیت نده. اصلا دنبال بهانه است. آره خیلی لطف داری امین خانم. بگذارین من کلی کار دارم. میرم سر کارم. میخوام وسایلمو برگردم سر جای خودش. اون از دست من عصبانی. اهمیت نده. همینجوریه. تو ناراحت نشو. همینجوری عصبیه. خواهر جون وایسا. آسمان خانم شما برو به کارت برس. برو. واقعا کسه یعنی چی خیلی زده فکر کرده کیه؟ فکر کرده خانوم خونه است الان. اگه مهمونه مثل آدم بیا بشین سر جاد دیگه. ساکت ظریف الان میشنوه خوب. به درک بزه بشنوه. بی تو هم انگار خوبی نیومده ها. بیچاره از صبح تا حالا داره زحمت میکشه. حالا بد شد مگه؟ نمیخوام به من خوبی کنه. نمیخوام دیگه شورشو در آوردن. یعنی چی؟ هر کی هر کاری میخواد میکنه. منظورت چیه؟ منظوری ندارم. تو از یکی دیگه هرس داری سر این بدبخت خالی میکنی؟ بگو ببینم چی شده حالا. چیزی نشده که. نکنه تو از دست این پسرها عصبانی شدی؟ چه ربطی داره امین؟ شما که دیشب کلی با هم خوش گذروندی. تو چرا توهم زدی؟ این حرفا چیه میزنی؟ تو یکی بازی یه کاری کردی مطمئنم. بس کن. چرا اینقدر اذیتشون میکنی؟ اونا که مثل پروانه دورت میچرخن. باید چیکار کنن دیگه؟ نمیخوام بچرخن امینه. دلم نمیخواد. آها مثلا داری کلاس میذاری آره؟ گوش کن دیگه داری شورشو در میاری. میگم خواهر تو از کدومشون بیشتر خوشت میاد؟ من عاشق جفتشونم. آخه نیست که جفتشونم خیلی خوبن. انگار دلت کتک میخواد. آخه به تو چه برم چماق بیارم کتک میخوای؟ خب عصبانی نشو. حالا چه میدونم مثلا ساواش خیلی جذابه. باریش هم همش حرفای رمانتیک میزنه. عین تارکان میمونه. خیلی دختر تو هم عجب رقصی کردی یا آفرین. ایشالله خیره. آره من الان بهت نشون میدم دقیقاً چی خیره. امینه ظریفه دخترم بذار برم ببینم چی میگه. سب کن ببینم روی داره. اینجا سب کن بیا اینجا. چته؟ چی کار میکنی؟ تو داری چی کار میکنی ها؟ الان هم داری کشیک میدی آره؟ تو دخالت نکن چیزی نیست. چرا هست یه چیزی هست. داری چه غلطی میکنی؟ تو فکر کردی من مثل تو هم؟
حواست باشه همش داری جلو پام سنگ می‌ریزی. اون کاری که خودت صبح کردی تو چی به بود؟ کارای خودت نگاه کن. به زور تونستم از شر اون سحر ابله خلاص بشم. خواهرشم که یه جور دیگه دیوونه است. آخرم اینا بیچاره‌مون می‌کنه. پسر برو بگیرش، باباش کت خداست، پولدار. دوست داری تو برو دامادشون شو، خواهرش که عاشقته. نمیشه. من فعلا چشمم دنبال یکی دیگه. ولی فکر نکنم اون از تو خوشش بیاد. دیشب ندیدی چطوری نگاه می‌کرد نه؟ ساواش فکر کنم حالت خوب نیست. دختر چشمش همش رو من بود. کجای کاری؟ داری پرت و پلا میگی. تو رو خدا بس کن دیگه. ساواش تو که به باختن عادت داری. فکر نمی‌کنم برات خیلی سخت باشه. من هیچ وقت بازنده نبودم پسر. ببینم میخوای چی بگم. فقط یه راه داره که بفهمیم ظریفه از کی خوشش میاد. لزومی نداره چون نتیجه مشخصه. بی خود ادعا نکن ببینم. البته اگه از عاقبتش میترسی یه حرف دیگه. چرا باید بترسم پسر جون؟ انتخاب دختره که مشخصه، اما ایرادی نداره. نمیخوام دلتو بشکنم. خیلی خوب گوش کن باریش. هر دومون باید بهش پیام بدیم. دو تا جای مختلف باش قرار میذاریم. یعنی میگی پیش هر کی اومد؟ دقیقاً همینه. باشه من که مشکلی ندارم، اما اگه بعدم بزنی زیرش؟ نه خیالت راحت. ظریفه هر کیو دوست داشت فرمول مرهمم میفته دستو. ماشینم اون سوار میشه. بس قبوله. قبوله. آره